السلام علیکم بینندگان عزیز. در این ویدیو داستانه که بسیار هم کوتاه و در عین حال عبرت آموز نقل شده است. روز مولا نصرالدین با همراه پسرش از کوچه های شهر گذشته ایستاده به بازار می رفتند. مولا نصرالدین سوار بر خر بود و پسرش لجام آن را گرفته پیش پیش راه می رفت. مردم آنها را دیده گفتند: ای بیچاره پسر بچه، از پیاده رفتن خسته شده است، اما پدر باشد سوار بر خر است و پروایی به پسرش ندارد. این گپ ها را شنیده مولا نصرالدین جایش را با پسرش عوض می کند. آنها به راهشان ادامه می دهند. دیری نمی گذرد که مردم آنها را دیده گفتند: این پسرک را بیند که به مثل شاه سواران است و هیچ پروایی به پدرش ندارد. در این روزگاران حرمت و احترام دیگر از بین رفته است. پدر و پسر وقت این گپ ها را می شنوند هر دو با هم سوار بر خر می شوند و به راهشان ادامه می دهند. باز هم مردم آنها را دیده گفتند: بیچاره حیوانی مظلوم، گرفتاری چی افرادی بیرحم شده است، میانش قریب کشی کند. خدا پناه دهد از این خیل آدمهای سنگدل و تنبل. بعد از شنیدن این سخنها پدر و پسر تصمیم میگیرند راهشان را پیاده ادامه دهند. این دفعه باشد مردم آنها را دیده گفتند: این دو نفر آدمی ساده را بیند که لجام خر بر دست پیاده می روند. گویا اینکه خر برای آنها نه و آنها برای خر خدمتگار باشند. بعد از شنیدن این همه سخنها پدر دست بر شانه پسر گذاشت و گفت: بدان پسرم، هر کاری که انجام میدهی، چی خواهی چی نخواهی، مردم درباره آن گپ میزنند. ملاک و معیار کارها باید عقل باشد. تو عاقلانه تصمیم بگیر، گپ مردم را به خدا بسپار. بینندگان عزیز، اگر تا به حال به کانال زیجی آبونه نشده اید، از شما خواهش میکنیم که به این کانال آبونه شوید و زنگولچه را هم پخش کرده مانید تا خبری ویدیوهای نو تست به شما رسیده ایستد.